سلام بچه‌ها، به ترید آموز خوش اومدید. قراره که توی ویدیو 18ام پلیلیست آموزش ICT بریم سراغ تفاوتی که ما بین شیفت در ساختار یا تغییر ساختار مارکت که به اختصار بهش MSS میگن با تغییر در وضعیت تحویل قیمت که به اختصار به اون CIST میگن بپردازیم. قبلا در مورد هر کدوم از این مطالب ویدیوهایی رو داخل این پلیلیست منتشر کردیم، اما چه بهتر که هر دو رو در کنار هم داشته باشیم، مقایسه‌ای بکنیم و ببینیم که چه موقع بهتره که از شیفت در ساختار استفاده بکنیم و چه موقع بهتره که از CIST. در مورد مطلب IFVG و کاربرد اونا هم مطالبی داخل این ویدیو داریم. قبلا IFVG آموزشش داخل این پلیلیست ارائه شده، اما خب کاربردهایی از IFVG رو داخل این ویدیو میتونید آموزش ببینید. لایک ویدیو یادتون نره، کامنت انگلیسی معنادار یادتون نره، ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا جامعه ترید آموزی ما گسترش پیدا کنه و بزرگتر بشه. سلام دوستان، امیدوارم که عالی باشید. تو این ویدیو قراره که در مورد تفاوت شیفت در ساختار مارکت با تغییر در وضعیت تحویل صحبت کنیم. همینطور در مورد استفاده از IFVG هم مطالبی رو داریم. طبق روال همیشه اول میریم سراغ PDF. اینجا خیلی سریع مرور میکنیم که شیفت در ساختار مارکت چیه و تغییر در وضعیت تحویل قیمت یا همون CIST چیه. البته در مورد هر کدوم از این مفاهیم قبلا ویدیوهایی داشتیم و پیشنهاد میدم که حتما اونا رو مطالعه کنید. لینک اونا رو توی قسمت دیسکریپشن براتون میگذارم. به طور کلی شیفت در ساختار مارکت همون تغییر روند محسوب میشه. یعنی در واقع زمانی که از صعودی به نزولی یا بالعکس اون از نزولی به صعودی تغییر پیدا میکنیم. حالا چطوری ایجاد میشه؟ زمانی که قیمت در بالا یا پایین یک سوینگ های یا سینگلو دیسپلیسمنت ایجاد میکنه. اینجا یک سینگلو داریم. پاکسازی نقطه‌نگی باعث صورت گرفته و بعد دیسپلیسمنت نزولی به زیر این سینگلو گرفتیم و ساختار تغییر کرده. حالا فرق این موضوع با CIST چیه؟ توی تغییر در وضعیت تحویل قیمت یا همون CIST فوکس ما روی کلوز قیمت زیر این سوینگلو نیست. در واقع تمرکز ما کلوز پایین اوپن این کندل سعودی یا کندل های سعودی که وارد یک لول مهم قیمتی شدن. زمانی هم که اتفاق میفته کندل های سعودی یا این کندل سعودی به عنوان اورد بلاک تایید میشن. مثلا وقتی که اینجا پایین این سطح قیمتی کلوز گرفتیم، این کندل به عنوان اورد بلاک تایید شده. حالا ارتباط اونا توی نمودار به چه صورتیه؟ به اینجا دقت کنید. تغییر در وضعیت تحویل قیمت قبل از شیفت ساختار اتفاق افتاده. البته توی این مثال هر دو مورد با کلوز این کندل نزولی اتفاق افتادن. ولی میخوام برم روی چارت چندین مثال بهتون نشون بدم که بفهمید تغییر در وضعیت تحویل قیمت قبل از شیفت ساختار رخ میده. پس بریم روی تریدینگ ویو چندین مثال رو بررسی کنیم. توی اولین مثال میخوام که نحوه مشخص کردن شیفت در ساختار مارکت رو در مقابل تغییر در وضعیت تحویل قیمت بررسی کنیم. به اینجا دقت کنید. توی منطقه دیسکانت یه FVG سعودی داشتیم که قیمت به اون رسیده و بعد برگشته و داخل رنج کلوز گرفته. اگه به دنبال شناسایی تغییر در وضعیت تحویل قیمت باشم، میخوام که قیمت بیاد بالای اوپن این کندل نزولی کلوز بگیره. و اگه به دنبال شناسایی شیفت در ساختار مارکت باشم، میخوام که قیمت بتونه بالای این سوینگ های کلوز بگیره. با کندل بعدی هر دوی اونها اتفاق افتاد. در نتیجه این اورد بلاک تایید میشه و این شیفت در ساختار مارکت هم اتفاق افتاده. میتونه قیمت به اینجا اصلاح بزنه و ادامه حرکت سعودی خودش رو بگیره. همونطور که مشاهده میکنید قیمت به این اورد بلاک برخورد کرده و بعد از اون بالا رفته. خب حالا بریم چند تا مثال بررسی کنیم که تفاوت این دو رو نشون بده و اینکه چه موقع ترجیح میدیم که از کدوم یکی استفاده کنیم. به این مثال دقت کنید. اینجا میخوایم که فرق بین تغییر در وضعیت تحویل قیمت رو با شیفت در ساختار مارکت با هم ببینیم. اینجا یه سقف قدیمی داشتیم که قیمت به بالای اون نفوذ کرده. اگه بخوایم دنبال تغییر در وضعیت تحویل قیمت باشیم، باید قیمت پایین اوپن این کندلای سعودی کلوز بگیره و متقابلا اگه بخوایم شیفت در ساختار مارکت رو داشته باشیم، باید صبر کنیم که قیمت بیاد پایین این سوینگلو کلوز بگیره. قیمت رو پلی می‌کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اینجا با این کندل تونستیم پایین سطح قیمتی اوپن این کندل سعودی کلوز بگیریم. پس اونو به عنوان اورد بلاک تایید کرده. پس الان فقط با استفاده از تغییر در وضعیت تحویل قیمت روند به نزولی تغییر کرده و انتظار داریم که این کف قدیمی و مارکت ببینه. اما هنوز شیفت رو نداشتیم. خب در نهایت با کلوز این کندل تونستیم پایین این سوینگلو و همینطور این لو دیسپلیسمنت نزولی ایجاد کنیم. یعنی در واقع شیفت در ساختار گرفتیم. اگه دقت کنید می‌بینید که همینطور که داره میاد پایین و به این کف رسیده، دیگه اصلاحی برای ورود به ما نداده. حالا قیمت رو عقب میارم که ببینیم اگه با CIST می‌خواستیم وارد ترید بشیم باید چیکار می‌کردیم یا از طریق شیفت ساختار باید چیکار می‌کردیم.
بر اساس CISD وقتی که قیمت پایین اوپنینگ کندل سعودی کلوز گرفته میتونیم به دنبال سل باشیم. در اکثر مواقع من به همین صورت عمل میکنم. ورودی رو تست مجدد اورد بلاک میگذارم و استاپم بالای سقف قرار میدم و تارگتم کف قدیمی. حالا از اونجایی که آربار اینجا یک به یکه چیکار میتونم بکنم؟ اینجا یه FVG نزولی داریم که میتونیم برای ورود از اون استفاده کنیم یا از طرفی میتونیم از سطح 50% اورد بلاک برای ورودی استفاده کنیم. با این دو روش میتونیم آربار بهتری به دست بیاریم. خب همونطور که مشاهده میکنید ورودی ما فعال شد. به همین صورت هم اومد پایین TP زد. حالا با شیفت در ساختار میبینید که قیمت هیچ وقت اصلاحی نکرده و منم هیچ ورودی نمیتونستم به دست بیارم. پس یکی از مزیت‌های استفاده از CISD اینه که ورودی نسبتاً سریع‌تری رو میتونید به دست بیارید. حالا با وجود اینکه CISD میتونه ورودی سریع‌تری رو به نسبت شیفت در ساختار مارکت به شما بده، اما این موضوع همیشه هم خوب نیست. به عنوان مثال اگه اینجا قیمت بخواد ورودی بر اساس CISD بهمون بده، بعد پایین اوپن این کندل سعودی کلوز بگیریم و اگه هم ورودی رو بر اساس شیفت در ساختار بخوایم بگیریم، بعد زیر این سوینگ لو کلوز و دیسپلیسمنت نزولی رو بگیریم. با این کندل تونستیم پایین اوپن این کندل سعودی کلوز بگیریم، یعنی تغییر در وضعیت تحویل قیمت اتفاق افتاده. حالا ببینیم که شیفت ساختار رو میگیریم یا نه. اگرچه که وقوع CISD میتونه یه ورودی سریعتری رو به شما بده، اما این موضوع همیشه هم خوب نیست، چون امکان داره که یک ستاپی بهتون بده که مارکت بیاد و استاپتون رو بزنه. اگه به دنبال شیفت در ساختار مارکت بودم میبینید که هیچ دیسپلیسمنت نزولی یا کلوزی رو به زیر این سوینگ لو نگرفتیم. پس شیفت ساختار نداریم و روند همچنان سعودی و منم هیچ وقت به دنبال پوزیشن سل تو اینجا نبودم. توی قسمت انتهایی این ویدیو میخوام که در مورد FVG معکوس صحبت کنم. از اون میشه برای تشخیص تغییر اورد فلو استفاده کرد. بعداً قراره که این ویدیو برای اون منتشر کنم. داخل این مثال میخوام بهتون نشون بدم که چطوری میتونیم اینا رو با هم استفاده کنیم و کدوم یک برای شما بهتر جواب میده. چارت ماهانه نفت هستیم و اینجا هم نقدینگی بای ساید داریم. بریم داخل تایم فریم روزانه بشیم. اینجا داخل تایم فریم روزانه نفت هستیم. مقداری زوم میکنم که پرایس اکشن مشخص‌تر باشه. اینجا یه سقف قدیمی داریم که اونو مشخص میکنم. در واقع تجمعات سفارشات با استاپ داریم. قیمت رو پلی میکنم تا روش‌های مختلفی که اورد فلو از سعودی به نزولی تبدیل میشه رو با هم بررسی کنیم. مارکت اومد بالا با استاپ و سقف قدیمی ماهانه رو هاند کرد. اینجا از سه روش میتونیم برای تغییر اورد فلو استفاده کنیم. یکیش FVG معکوسه، یعنی قیمت بیاد و پایین این FVG کلوز بگیره. یکی دیگه اینه که پایین این کندل سعودی کلوز بگیریم که این موضوع CISD رو تایید میکنه و مورد آخرم اینه که دیسپلیسمنت نزولی و کلوزی به زیر این سوینگ لو بگیریم که در این صورت شیفت در ساختار مارکت اتفاق افتاده. اینجا با این کندل دیسپلیسمنت نزولی گرفتیم، پایین 50% FVG هم کلوز کرده، اما هنوز به طور کامل پایین FVG کلوز نگرفتیم. در حال حاضر میشه اونای FVG در نظر گرفت، اما من ترجیح میدم که به طور کامل زیر اون کلوز بگیریم. با کلوز این کندل هم مورد اول اتفاق افتاد، هم CISD رو تونستیم بگیریم که حالا اینجا هم به عنوان اورد بلاک تایید شده. اینجا با این کندل تونسته که این اورد بلاک رو ریتست کنه، اما هنوز شیفت در ساختار بازار رو نداده. از طرفی هم این کندل سعودی شکل گرفته. با تشکیل روز بعدی، بعد از اینکه با این کندل سعودی با اورد بلاک تست داشتیم، به سمت پایین حرکت گرفتیم و از طرفی هم با این کندل شیفت در ساختار مارکت اتفاق افتاده. پس در حال حاضر IFVG تغییر در وضعیت تحویل قیمت و همینطور شیفت در ساختار مارکت رو داریم که ترتیب زمانی از دیرتر میشه شیفت در ساختار، CISD و بعدم IFVG. مقداری زومات کردم که شرایط واضح باشه. حالا بعد اینکه شیفت در ساختار اینجا گرفتیم، انتظار داریم که قیمت به کجا اصلاح بزنه؟ به منطقه پریمیوم. داخل این منطقه هم آرای اورد بلاک رو داریم. همونطور که مشاهده می‌کنید اینجا به اورد بلاک رسیدیم که به این اورد بلاک هم واکنش داد. اگه دقت کنید اینجا یه اورد بلاک دیگه هم تشکیل شده. میتونید ببینید که قیمت اونو هم تست کرده و به سمت پایین حرکت گرفته. مهمترین نکته‌ای که اینجا وجود داشت این بود که IFVG اول، CISD بعدش و بعد از اون شیفت ساختار اتفاق میفته. معمولاً از CISD برای وارد شدن به ترید قبل از حرکت اکسپنشن استفاده میشه، اما وقتی که شیفت ساختار رخ میده شما منتظری تا قیمت با آرای PD توی منطقه دیسکانت یا پریمیوم اصلاح بزنه و بعد با یا سل بگیرید. احتمالاً براتون سوال پیش اومده که بهتره از کدوم استفاده بکنید، IFVG، CISD یا شیفت ساختار. واقعیتش اینه که این موضوع بستگی به این داره که چشمای شما کدوم یکی رو بهتر ببینه و اطمینان بیشتری به اون داشته باشید. خودم شخصاً از CISD اورد بلاک استفاده میکنم. بعضی‌ها رو میشناسم از IFVG و بعضی دیگه از شیفت ساختار استفاده میکنن.
این موضوع بستگی به این داره که کدوم یک از اینا توی سیستم شما بهتر عمل میکنه. امیدوارم که با مطالب این ویدیو ارتباط برقرار کرده باشید. سعی کنید که از این مبحث بک تست بگیرید و ببینید که کدوم یکی برای شما بهتر عمل میکنه. سوالی هم داشتید داخل کامنت ها بپرسید. لایک یادتون نره. ترجمه و دوبله از آکادمی ترید آموز.